سید محمد باقر شفتی فقیر محض یه مرتبه گوشت خرید، شب بیاد بار بذاره، مثلا فرض کنید آب گوشت چیزی درست بکنه، بعد از مدت‌های دلی از عزا در بیاد. تو راه که داشت میومد دید که یه سگی کنار کوچه انقدر لاغر هستش که اصلا انگار استخوناش از زیر پوست پیداست. این طولهاش هم چسبیدن به سینه‌های مادرش، شیر نداره بده، بیرمق افتاده. ایشون این گوشتی که تو دستش بود همینجوری صاف انداخت جلوی این سگ. یعنی وای نساد که فکر بکنه، محاسبه بکنه، معامله کنه با خدا که من اینو میدم در عوض تو اونو به من بده. از اون به بعد بود که زندگی سید شفتی زیر و رو شد. این مجتهد مسلم زندگیشو بخونید تو تاریخ هست. حکومت داشت تو اصفهان، ثروتش به قدری بود یه روز رو اعلام میکرد فقرا وقتی می اومدن در خونش چنگ پول میداد بهشون، نمیشمرد. ثروت عجیبی خدا بهش داد، مردم فوق العاده دوستش داشتن. حکومت قاجار بدون اجازه ایشون تو منطقه اصفهان نمیتونست کاری بکنه، اینقدر محبوب بود. این همون آدم فقیری یلاقبایی بود تو نجف که هیچی نداشت. یه کار، یه عمل صالح تو یه لحظه کرد، اینجوری زیر و رو شد.